راه‌های کهنه به مقصدهای نو نمیرسن. چون اگه مثلا کسی اون راه رو میشناخت میرفت، بس نشناخته. پس تو برای کارهای بزرگ هیچ وقت از هیچ کس نباید سوال کرد. هیچ کس نمیدونه اون رو. خب خطرناک نیست؟ بله خطر زیباست. خب نه خطری که آدم یه دفعه بره یه جایی که نباید میرفت. باید هم عقیده هست. آره یه مسئله آمریکایی میگه زیاد زندگی کن کم عمر کن. ببخشید باید ریسک کرد. جهان رو کسایی کرد ساختن که ریسک کردن. برای خیلی از کارهای بزرگ سوال کنی خراب شده. چون اگه طرف میفهمید اونم بزرگ میشد. یه بار یکی به نیما میگه که نیما شعرهای من چطوره؟ میگه خوبه بنویس شاید بهتر بشه. میگه من 55 سالم، تو 12 سالگی اولین شعر تو گفتی. میگه فرق من و تو در اینه که من از کسی سوال نکردم.